لغود اخیراً شنیدید که رئیس جمهور امریکا گفته که این کشور ایران یا رژیم ایران وحشی هستند. اگر مقصود از وحشی این است که رام نیستند در مقابل این چیزایی که شما میخواهید گاوی شیرده نیستند، این را شما اسمش را وحشی میذارید بگذارید. شما اگر چنانچه رفراندوم کنید بین ملت‌های دنیا که امروز وحشی‌ترین رژیم‌ها چی است، من گمانم این است که بین ملت‌ها اگر اتفاق آرا نباشد اکثریت قاطع هست که آمریکا.